Well, hello, folks. Today is January the 16th, 2025. I've posted a video already on YouTube regarding a theological matter. This is a bit different. This one is basically concerning what is happening in Iran, the genocide of the Iranian people by the IRGC, the Islamic Republic, and the murderous mullah bastards that are running the country. And in the 1930s, we ignored what was happening in Nazi Germany. And though the scale is somewhat different, and I don't want to make a direct comparison to the Holocaust and the murder of 6 million people, what we're seeing in Iran today is of the same spirit, and they are, well, the Nazis who murdered the Jews and the Ayatollahs and mullahs who are murdering their own people are the same ilk. They are, as we say, birds of a feather flock together. It's a form that is truly disturbing. Anyways, I want to show you a video of a woman from Iran. This was, I think you can see the video in a number of places, but I really want to see this video go, viral. Share it. Don't have to necessarily share mine, but if you've watched it, share it with as many people as you can, because the world needs to be made aware of what is happening in Iran. I saw this morning an interview with CTV, the Canadian Television Network, and thankfully they're just beginning to say something. I don't know about the CBC or the BBC whether or not they're going to say anything. But anyways, I just watched this video and pray for the people of Iran, and pray for this dear, brave woman. فاطمه جان، درود به شما، به برنامه خوش اومدید. سلام، صدای من میشنوید؟ بله خانم، رسا در خدمتیم. خوش آمدید. من از داخل نظام تماس میگیرم. بله. پدر من جزو یکی از عوامل نیروی سرکوبگره. میتونم بگم شما آقای رادان رو میشناسین؟ بله، با شوربختی نام منحوسش رو میشناسیم و قیافه چرکش رو دیدیم بارها. بله، من خیلی ترس و استرس دارم. میتونم بگم هم سطح جنایتکار رادان هست پدر من. من فقط میخوام یه چیزی رو بگم. جان. به مردم ایران، به این سرکوبگرا حواستون باشه. این فرمانده هاتون ساک و چمدوناشون رو بستن. برای من که دخترش هستم، برای مادرم، برای تمام اعضای خانوادمون پاسپورت های جعلی درست کردن با اسم مشخصات جعلی که ما رو فراری بدن به خارج. پدر من چمدون دلار تو خونه قایم کرده. مدام با تلفنش منو بگین بیام دادگاه لاهه. من یه آدم زندم، شاهدم که چه جنایت هایی فقط پدر خود من کرده. فاطمه جان، الان دستور میده بکشین. من کجا بیام؟ من عکس دارم، فیلم دارم، مدارک دارم. ما اینا نیستیم. من سر جنبش محضا رفتم، منو گرفتن با 3 تا از دوستان، ولی منو شناختن. پدرم اومد منو آزاد کرد. تو همون خونه باتون به سر من شوکر زد به من. پدرت؟ باتون زد که من نرم، ولی دوستامو ول نکردم، به اونا تجاوز شد. ما این درد داره به کی بیایم بگیم بابا این لامصب پدرم، ولی من ازش متنفرم. ما اینا رو نمیخوایم. ما از خانواده ایناییم، ولی اینا دارن بچه هاشونم میکشن، سرکوب میکنن. این دست باتون دادن، شکر برقی دادن، تفنگ دادن که ببین همشهریاتو بکشی.
میدونی اینا تقریبا تو بشه اولین کسایان که فرار میکنن همینان. شما کجا میخواین جواب بدی؟ با کی جواب میخواین بدی؟ نکنید، نظریاتون رو نکشید. من تلفنم میذارم رو خط، هر اطلاعاتی که بخواید، هر دادگاهی بخواید، پیش هر رئیس جمهوری بخواید میگم اینا کیان، چه کارهای کثیفی که نکردن، از خونه شروع کردن، تجاوز کردن به بچه هاشونا. میفهمید؟ میدونین ما خودمون چه دردی کشیدیم از این پدرهای سنگدل؟ به زور سرمون چادر کردن، نماز گفتن بخون، نماز شب بخون. من زاییدم به اون اسلامشون. من هنوز محجبم به خاطر اجبار پدرم مادرم. ما خودمون زجر کشیدیم. من اگه توانی داشتم اولین نفری بودم که اینو بکشم. من 2 بار خودکشی کردم ولی ناموفق بود. به خاطر مادرم نجاتم داد. نمیتونستم از بچگی این ننگ رو تحمل کنم. اینا همه خانوادهشون مثل شبخانی نیستن، همه اونطوری با بچه‌هاشون رفتار نمیکنن. این نیروی سرکوبگر همین امروز اون باتومه تو بذار کنار، برو پیش مردم. من بچه اونام، من با اون نون حروم اون بزرگ شدم. شرم بر من. تو گناهی نداری دخترم، تو خودت قربانی و درود به شجاعتت. نیست، اگه بودم کاری میکردم، دستم خالی، من سنی ندارم. داری کاری میکنی، این همین تماست بزرگترین کاری بوده که انجام دادی. تو کار بزرگی، تو خیلی شجاعی. پادشاه ما رو نجات بده. اگه صدای منو میشنوی، همیشه به ما گفتن این خاندان بد بودن، ظلم بودن، ظالم بودن، ولی چشم باز کردم دیدم نه، واقعیت چیز دیگه است. ظلم بالا سرمه، گوشمه، پدرمه، مادرمه. بعد یه چیزی هم میخواستم بگم، اینا خیلی ریزش کردن، دارن مدام زنگ میزنن به فک و فامیل، التباس میکنن با دلارهای زیاد که بیاین جزو نیروی سرکوبگرشین، اعتراضات رو خاموش کنید. نمیان، میترسن، خیلی ریزش کردن. فاطمه از مردم ترسیدن؟ هوشیار باشین مردم، من دارم بهتون میگم. اولین حق به تو بشه جا دارن، پاسپورت دارن به اسم جعلی، دلار دارن، خونه های آنچنانی دارن. من میتونم از این امکانات استفاده کنم ولی خودمو به خطر انداختم. دارم بهتون میگم بذارین کنار، دستتون رو بیشتر از این به خونه آلوده نکنی. فاطمه جانم تماس رو قطع نکن، اجازه بده من همکارانم پشت خط با تو باشن و اجازه بده من اسمم فاطمه نیست. الان هیچی نمیخواد بگی. الان هیچی نمیخواد بگی فاطمه. سپری گوهر عشقیم، من محشامیدیم، من نیکام. تو عزیز دلی، تو شجاعی، تو شیرزنی. تلفنی که کردم من شاید پدرم منو بکشه، شاید بفهمد، شاید نمیدونم، من هیچ امنیت جانی ندارم چون برام پیش اومد. من رفتم اعتراض کردم، پشت مهسا بودم، چرا اون دختر شهرستانی بود، مهمون ما بود، چرا کشتنش؟ منو گرفتم بردم خیابون وزارت اطلاعات وزرا. اگه بشناسین چه جاییه، با چه جور تحقیر با ما رفتار کردن. بعد که فهمیدم که منو آزاد کردن، دوستان به من گفتن خوش به حاله، اسم پدرتو دادی آزادت کردن، ولی ننگ بر من. و همون دوستان تو اون